صبح 22 ینوار سال 2023 در شهر سمارا در جنوب روسیه بازار کیروف یکی از بازارهای لباس از همه بزرگترین در این منطقه به کامیابیش رفت. در این سوختار تاجران تاجیکی که در بازار کیروف مغازه‌های زیادی داشتند نیز ضرر دیدند. در ویدیوهای نشر شده دیده می شود که چگونه تاجران تلاش می کنند تا اقلاً یک قسم مالهای خود را از چنگ آتش نجات دهند. بنا به اطلاع رسمی اولین خبر درباره سوختار در بازار کیروف به دست مقامات ساعت 9:31 صبح دوشنبه 22 ینوار رسید. به این نوبت درجه سوختار 2 را دادند. در اول میدان سوختار همگی 120 متر مربع بود، ولی دامن آتش به زودی به دیگر رسته‌های بازار پهن شده میدان آتش را از مرز 1000 متر مربع هم بیشتر کرد. در اول برای فرو نشاندن آتش 68 سوختار نشان و 22 ماشین سوختار نشانی سفربر کرده شد، ولی زور آنها نرسید و به این دلیل اسکنیل یک قطار رای آن سوختار نشانی را به کمک دعوت کردند. تنها ساعت 11:29 به سوختار نشان‌ها میسر شد که پیش روی گسترش سوختار را بگیرند. سوختار اساساً ساعت 12:15 خاموش کرده شد. رهبر ریاست ایالت‌های فوق‌العاده ولایت سمارا الکسی استپانوف در جلسه حکومت ولایت گفت فرضیه اساسی سوختار رژیم صدموی کار ناقل‌های برق است. در ویدیویی که تاجیکان شاهد سوختار بازار کیروف به پایگاه خبری بامداد فرستادند دیده می شود که بازار در پنجه آتش قرار دارد. مؤلف ویدیو خبر می دهد که در این سوختار چندین کانتینر بچه‌های تاجیک از جمله کانتینر مال‌های غیرت پره به کام آتش رفته، کانتینر مال‌های میده‌چوده دوستان و چندین مغازه قاری محفوظ الله نیز سوختند. به گفته شاهدان از بین تاجران تاجیک در سوختار بازار کیروف از همه بیشتر قاری محفوظ الله ضرر دیده است. بازار لباس کیروف یکی از بزرگترین بازارها در سمارا به شمار می رود. در این بازار صدها مهاجر از جمله زادگان تاجیکستان نیز کار می کنند. این بار اول نیست که مهاجران تاجیکی که در روسیه به تجارت مشغولند بر اثر سوختار در بازار و فروشگاه ها در این کشور ضرر می بینند.